Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani, teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini, so'rmoqning juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar. سلام و درود. السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان، تماشابینان شبکه شهنام. امروز جمعی ما در دهه آهلیک عزیز و عظیمی شهر سمرقند هستیم. برای تبریک کردن با خانواده عبدالسلام تاغا آمدیم که امروز جشن زادروزی عالیانه است. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام دو فرزند مسافر، از نام علی مایتی سندکه، از نام سندکه، از نام اینایتی، از نام نبیره ها تبریک کردن. لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مهمانان خانواده عبدالسلام تاغای ما عالیانه. زادروزتان مبارک. روز تولد را، میلاد امروز را برایتان مبارک باد میگوییم. امروز چه خوشبختی است در این خاندان. حاضر یک لحظه های خرسندی تا در اومد همون درخت مراد را دیدیم و یادآوری کردیم که در کودکی در همین باغ زیبای عبدالسلام تاغا کلان شدیم. امروز شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم و البته میخواستیم به نظام تکلیف کنیم شما را. مرحمت، کرسی ها را گذارید، ما هر دو مینشینیم، صحبت میکنیم. مرحمت. عالیانه زادروز مبارک. سیره آشکار کردن می نمی اندامی کی آمده؟ فرزندان بوده کسی نه. ما قریب یک 10-15 روز شد که همراهی عبدالسلام تاغا یک کارهای دولتی داشتیم. گفتن که 27 ایول جشن زادروزی انگملات است. من پنسه جمع کردگی عطوفه هاش به وای نباشو، بیغم باشو، بیا از نوی من تبریک کن. گفتم خوش بالایی دیده. امروز شما را شخصا از نام عبدالسلام تاغا تبریک میگویم. بعد از آن از نام دو فرزند مسافر، از نام علی مایتی و البته سندکه، از نام سندکه، نگینایتی، تمام این نبیره ها، اهل عائله ها تبریک میگویم. گفتن مادر مهربانی من، بهشتی خاندانی من، همراهی علی مایتی صحبت کردیم. چندین سالها پدر راننده بودند، کار کردن، مهنتی حلال کردن. مادر باشد شفاکار. در همین سنتار شفا بهر تمام کودکان شفا میبخشیدند. ما را باشد با مهنت های حلالشان، حلال آزاده کلان کردند. با دلشان با شکر. امروز باشد عذر پرسه اندامی من رفته که روزی زادروز شنبه یا نشنبه ایستاده نتانستیم. امروز از همه ما خوشبخت فرزندی خردی پدرم است که امروز
سندکت همانجا ایستاده مادرم آغوش کرده تبریک کرده میتواند. این چی خوشبختی است که در روزی زادروزی مادر یانشان به میستد. همیشه صحت سلامت گردن. یاد کردم، راستی گپ یاد کردم سخنهایشان را. خدا را شکر میگویم که همین تلفن بوده است و ما در مسافرت از پشت تلفن تماشا کرده باشد هم کمی به دلهایمان آرامی میبخشیم و گوید که زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. هیچ وقت درد و غم زندگی را مادرم نبیند. خدا کند همیشه در سر ما صحت سلامت گردند، پاچشان ما خار نخلد و در سر نبیره هایشان آنجان عزیز و دعاگویشته گردند. ابیره ها قطار قطار شود و در سر گوهاره ابیره ها نشسته الله های ناز را خواندن برای مادر من نصیب کند گفتند. و البته رسان که انا همین روز تابستان بود و اما تگی مروتی کلانی تو گفتگی با ما بیرون ما جای میکردیم جشن زادروزی مادر ما جشن میگرفتیم. امروز یاد میکرد از آدم که از وطن دور شود مسافر شود، یاد میکرد از آن روزها را. پدرم پیشگی خاندان یا نشان مادرم و ما 3 فرزند اطرافشان دوان چه خیلی کلان شدگی ما نفهمیده مانده و برای مادرم رسانید چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است. در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنای بیقرارت مادر است. ای مسافر در رهی تو تا مجالی واپسین، با دلی زار و نیزار انتظارت مادر است. اگر که ما بلیت گیریم که ما خانه آمدنی باشیم، اگر قریب 3 روز 4 روز خواب نکرده راه ما را انتظار میشتگی شخصیت مادر است. میگویند کلان سالان در زندگی فرشته دیدن چشم که ممکن نیست، ما با آنها میگویم که ممکن است. یک بار خانه ما را ببین، مادری ما را ببینه، فرشته ما هستند. تا دنیا باشند هیچ وقت کسل نشوند، خسته نباشند. زادروزتان مبارک باشد ولیانه. امروز از نام تمام فرزندان شما را تبریک میگویم. آزیتا آمدن همراه عبدالسلام تاقا صحبت کردیم، گفتم که خاله جان یک گپ شده خوشی که انای من تبریک کن. چند سال شد تو اشتگش بر؟ 48 سال. قریب 50 سالگی توی. خدا کند که 100 سالگیش آمده هم خیلی همین کاشانه کلام با جشن گیریم. عبدالسلام تاقا چند بار گل پدر کردن تو راستش میگیم؟ هر روز. خودشان گلی خاندان. ما باشد یک گلدسته زیبا داریم از نام عبدالسلام تاقا برای امروزه آنجان عزیز تقدیم میکنن. نبیره شیرین مبارک باشد، زادروز مبارک. و البته عالیانه خدا کند که به زیارت کعبة الله نصیب کند. به حضور شنید به زیارت کعبة الله نصیب کند و همراهی عبدالسلام تاقا یک جایه در این سن و سال مبارک رفت آمدن برای شمایان خداوند کریم معجزه آور است نصیب کند. و البته با چنین نیت ها کتاب قیمت بهاترین روی دنیا را کتاب قرآن را آماده کردیم، پیشکش شما میکنیم. زادروزتان مبارک باشد. مرحبا. البته از نام فرزندان در اینجا برای مادرم چقدر تحفه کنیم کم از گفتن. زر و زیور ما پشت پایشان تمام گنجینه دنیا را بیاریم کم از انگشترین طلا است برای شما و گوشوارهای طلا. مرحبا. پیشکش میکنیم کریم پاشا دیگه نایتی یاردم تر گذراندم با خودتان. مرحبا. مبارک باشد. و البته اکنون همه
همه فرزندان را سندکه نگنایتی یا شما نزدیکتر میستیم سعدالله و جای مادرشان مرحمت. همه ما یک جای شیرینی را میبریم، از شیرینی تناول میکنیم. کنی کار تیار می کارها تیار باشد اگر یک جای شیرینی را میبریم. همه ما یک سیاه زادرس مبارک مبارک باشد مبارک باشد. نزدیکی خاندانتان باز یک مهمان نو قدم گذاشت. فرزندی نبیره شما سعدالله فرزنددار شد. خدا کند که به توی نکاحی انا همین ابیره عزیزتان شما را لایق بیند و ما باشد انا وقت پیر شدگی باشیم شما این صحنه را تکلیف کنیم تا اینکه چی ملک است هزار علیک ها خواندن برای شما نصیب کند. مبارک باشد، زاد و روزتان مبارک. بار دیگر شخصا از نام عبدالسلام تاغا شما را تبریک میگویم. از نام اهل عائله خودمون، از نام پدر مادرم سلام گرم فرستادم برای شما را تبریک کردن و اکنون باشد سخنهای تبریکاتی را میشنویم از مهمانان. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی. من از این فرصت استفاده برده آنا جانم رو با این روزی زادروزشان تبریک میکنم. آنا جان 100 ساله باشه، سرکی بابون با ما نیورا با بچه با همه وقت صاحب سلامت باشه. مبارک باشد. آلی مایتی السلام علیکم کنین ما را نشان تیه چشما سلام از سمرقند به اسرائیل. سخنهایتان را رساندیم برای مادر. البته اکنون کمی در قلبتان ماند برایشان میرسانیم. مرحمت. السلام علیکم حضرت مهربانی در یک و بیکم آمده هم تو ویدیو روش کن مبارک ترکی مهم به تو سلامت باشه الله هم کرده دوگویتی نوری اکوم باشه طبیعتون که خوشه دیری و دولت شده گذرکی مولا بینه رحمت همی اکوم با سوکو سلامت باشه تشکری زیاد سنجر و رحمتی کلون تو خدمت اکوبا رحمت سلامت باشه، سال باشه. در سری فرزند پدر مادر صحت سلامت بیاید و باز هم خیلی آماده تبریک کنیم. نگنایتی مرحمت. 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 نبیره ها تبریک میکنید می؟ آنا جان تبریک میکنم ساعت بسرائیلی بابام که خوشا پیش شمه. خدا خاله مرحمت. همینجا استه حضر. السلام علیکم مهمانان همدیاران عزیز. اجازت دید من شخصم از نام خودم، از نام کلینم زرنگارای، از نام عزیز جان، از نام خدابا شما یا اولیانه خدا 100 ساله شده بعد پیر شده سرکی نبره ایوره کوبا سخ سلامت کرده اصلا بوکی خوشه پیر شده کسل نشده در این دنیا الهی فقط روزای نیک بینه روزای روشنایی بینه. دوستان عزیز از نام شما در اینجا اشتراک کردید. از نام هم یکاتون اولیانه تبریک میکنیم. هم یکم یک قرصکی بلند زنیم که سری هم یکم به الهی سخ سلامت گردن اصلا بوکی الهی خوشه پیر شدن فقط تو یکم به روزکای نیک ببینیم.
نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، به امیدی که در پیری دستی پدر گیرد. از نامی هم یکاتون باز یک بار دیگر تبریک میکنم. الهیم ساق سلامتگه گرده. تشکر از نامی هم یکاتون، از نامی اولی مکلون، از نامی شما هم تبریک میکنم. گیجای باشه، ساق باشه، سلامت باشه. با بیه اینم روزاکای نقش شوه، روزاکای نک بشینه. ایواره ها مبارک شوه اولیانا. الهی مول شوه ما کم نشوه. شما دیگه رحمت سلامت باشم. کسی خوالا مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز. اجازه دید آیلیتی شما با روزی زاد درستون تبریک کنم. سر بدریم و ساق سلامت گرده سری نبید یکاتون بود. السلام علیکم که خوش پیر شوه. السلام علیکم. السلام علیکم مولا ویدیو. حاجی با مرحمت یک بار. السلام علیکم. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز خوارسی ما اولویتی میلای سب بدریانی لیم. بوجم کتی خوش قری بزرگ فرزند ایواره چهوره بینن لیم. من همیشه خونوی خوشلیه کردن حضورش بینن. سب توی نیبره توی سنت جانک زرنم. سراتون علیم ساق سلامت هم از پیشتون بیا ایلیم. اولیما جانا اولیما هم کاراش نقش بدلیم. ساق سلامت و هم کاراش کده بیا ایلیم. هم موتون ساق سلامت باشه رحمتی کلون هم موتون با. اینجی امونی باشه. رحمت سلامت باشن مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز. شماده نوری دیدار پوچیسا. مادر بجان برابر مادر. دوباره به کس نشد میسر مادر. نه خواهر نه دادر بجای مادر. آینه چشم پیش عالم مادر. اوی تیملو با این روز تولدتان تبریک میکنم. الهیم صد بدره او سلام پچم کده خوشه پیر شوه. نیوره ایوره چهوره بینه. این ایوره تگوی چی میلی کشبه خدایم تا شما لایق بینه. همه وقت دسترون ساق سلامت گرده الهیم. انام خودم، انام اولادم، انام فرزندم، انام خشترو توارو، انام اولیما شما با یک باری دیگر تبریک میکنم. صد بدره الهیم. رحمت سلامت باشن. جان خواهرکم دل و جان خواهرکم. صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم. انا دو خواهرکان یک تا برایشان نیت کنید نه که گویه مرحمت. خوش به هزار یک پیاله چای. السلام علیکم. هم یکاتون خوش آمده درگاهی آیتی که من با خوش آمده نوری دیده تاجی سر اپا جان الهیم سری بچه یکاتون ساق سلامت باشه. 120 بدره پوچان کتی خوش پیهید شوه. حضور نیوره ایوره چهوره های بینه بیگون های بینه بچه های نیوره همه چه خونه دار کنه بعد پیر شوه. و دقتاتون رحمت. رحمت صابیره بارو کدام هستون؟ من انمی شما تبریک میکنید میانه جان هستون بیا کنی؟ انمیزه بیستا شعر میخونه. شعر آنه جان تبریک بکنم. تبراته ملده چه دست نتا میکنی می نمی؟ خوش نکن سمیره کدام هستون میکنی؟ سمیره خون خوشه. خیلی حاضر باشد نوبت رقص بتیم مایل اشمین مرحمت. یک جفت سرودی شوخ یک جای میرقصیم موندن یک جفت بیت شما هم نزدیکتر شد خیلی مرحمت. سرودهای شوخ برای شمایان مبارک باشد. چیکار کنیم باز بدم گیردم بچه موی جنگله با من نکن تویله مدخلی گلابی با من نکن تگیله دختری موی جنگله با ما نکن تویله
های شادیانه برایتان مبارک باشد. این طرف گیرید نوار بردار. از اکنون خوشحال کده عالی انگاملای تبریک میکنید. مرحمت. قربان چنگه قربان. من میام. اما بخشابه کنم تبریک دیر کمبه اوله تبریک مبارک بگو اینم سب بگو سری بابا همسر کرده نقش را تین کرد کسان نشه بگردی خطی باشه سال باشه سلامت باشه امنومی همه میبرو امنومی ایبرو تبریک آمورو امنومی اولیما سنن امنومی اولیما سنن اما سما امنومی دراز پیش ترو میخوام که در آنده خیلی باشه حالیانا همین وقتی که مست شد آمدگیشون وقتی شعر نظم مندگیشون بوده که همون کدوم بود میخونن آزید امروز او سلام تاقا دادم گفتن که
ما مول جو بشتگیم اون خلاصو مهمان شویم اگر همین دوره انسانای بدیل نزدیک باشه اگر همون شعری پریوی لبابسون میخوندن یک تا همون خانه تخشیر کده مرحمت چهار قطار می دو قطار می ترش چی بود؟ آلیانا چی بود سرش؟ همون وقتا بون نبودیم من بدون میدم دو قطار شد این اگه من شعرهای میگی یک قپای یک شعرهای بی ترتیبی ده نه ترتیب دار سخونه کاغذ پیچ کده سیاست در هوا تدبیرگی باران بده ششگی میدم ای سبا از مورسان بر دوستان آمد کن مرغ به بال پره دیدم دلم آمد بیاد ناله جوزه شدیدم از لب آمد بیاد از فیبو عطایی و شدم رازی بمد شبم شب بسته خیق خاطرم آمد بیاد رحمت در قرصه رحمت سلامت باشد تشکر وقت مانام رسم گرانتی صدگان اینک بیننده های عزیز امروز ما در خانواده عبدالسلام تاقا مهمان شده آلیانا را در جشن زادروزشان از نام فرزندان تبریک کردیم لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم با ما باشید با شبکه شهنام سلامت باشید